سلام عزیزای دل، انشالله که جور صحتمند باشین. خوش آمدین به یکی از ولاگ‌های جدیدی ما. عزیزان دل، قسمی که امروز بیننده هستین ما بخیر نظری دیگچه داریم یا نظری بیبی داریم. تا آخر ولاگ با ما باشین، ما را همراهی کنیم. خب عزیزان، نگفته نماند که همگیتان امروز بخیر در نظر ما دعوت هستین. عزیزانی که نزدیک بودن و نامده بودن قربان پایشان بسیار زیاد به زحمت شدن و عزیزایی که دور هستن جایشان خالی اما همیشه در قلب ما هستن. خب عزیزا، بیایید که با هم یک جا بریم. اول ببینیم که ما چه کارا رو انجام دادیم، بعد از بخیر میریم طرف خانه. خب عزیزا، شما بیننده باشین تا آخر ولاگ ما را همراهی کنین. خوب عزیزا، دیگه ما برنج قبل از قبل تر کردیم و همچنان آب برای برنج ماندم سرگاز. این هم جوش آمده، در دو دیگ ماندیم. باید که گاز خاموش کنم به خاطر از اینکه ساعت که از وقتتر است و همچنان باید یک چایش آب بانم تا اینکه میمونای ما بخیر میرسه. چایمون باید آماده باشه و من اول یک سفره صلوات میگیرم، بعد از او بخیر تا دیگ مادم میشه، بعد از او بخیر نان میخوریم. خب دوستای عزیز، قبل از اینکه نان نوش جان کنن ما سفره صلوات گرفته بودیم که اول دعا کردیم و بعد از او دیگه اینجا دیگه قسمت های آخرش است که من یک ویدیو گرفتم اینجا نان نوش جان کردن و بعد از نان خوردن اینجا ظرفشویی و تمام. خب عزیزان دل، جهان سپاس از همراهیتان. لایک کنین، سابسکرایب کنین تا ویدیوی بعدی. خدا حافظتان.